شما هم اسم مثلثات رو میشنوین اخماتون میره تو هم. حالا اگه بهتون بگم سینوس یه آدم ولخرجه، کوسینوس یه آدم خسیسه، یه داستان براتون تعریف کنم، اون وقت چی میگین؟ آره، میخوام یه داستان براتون تعریف کنم و بهتون قول میدم اگه تا آخر ویدیو رو با من همراه باشین یکی از روابط مثلثاتی رو طوری یاد میگیرین بدون فرمول، بدون حفظ کردن، که تا عمر دارین از الان تا همیشه هیچ وقت اونو فراموش نکنین. پس با من همراه باشین که بریم داستان سینوس کوسینوس رو توی مرکز خرید بهتون بگم. 4 تا دوست بودن. یکیشون سینوس بوده. اسمش سینوسه. سینوس یه آدم ولخرجه و خیلی سریع میره پولاشو بدون فکر خرج میکنه. خیلی ولخرجه. هرچی دستش میرسه میخره. کوسینوس برعکس آب از دستش نمیشه که یه آدم خیلی خسیسه و تا مجبور نشه پولاشو خرج نمیکنه. تانژانت و کوتانژانت دو تا دیگه از دوستان که این دوتا آدمای منطقی هستن، خیلی معقول فکر میکنن، بعد حالا لازم باشه پولشون رو خرج میکنن. این 4 نفر، این 4 تا دوست بهشون 2 تا کوپن خرید دادن، یعنی 2 بار میتونن برن خرید کنن. شنیدن یه مرکز خرید جدید و خیلی جالب و باحال افتتاح شده. دیدین که جدیدن ساختمون‌های قیافه‌هاشون عجیب غریب‌تر میشه، جالب‌تر، جذاب‌تر میشن. اینم یکی از اون عجایبه. یه مرکز خرید باز شده که 4 تا قسمت مختلف داره، 4 تا طبقه و میگم قسمت‌های متفاوتی داره که هر قسمتش برای خرید یه فصل هستش. یعنی یکیشون این 4 تا قسمت اون مرکز خریده، یکیشون برای خرید وسایل بهاره، لباس‌های مخصوص فصل بهار خیلی رنگ و قشنگه، یکیشون وسایل تابستون رو داره، یکیشون وسایل پاییز و یکی هم وسایل زمستون. از اون جالبتر قیافه مرکز خریده شکل یه دایره است. درسته؟ شکل یه دایره است و از 4 قسمت هم تشکیل شده. بهتون گفتم قسمت اولش، بعد این دایره حالا آسانسور و اینایی که داره پله‌هاش خیلی جالبه، اینجوریه. خب از اینجا شروع میشه و میچرخیم و تا مرکز خرید تمام میشه، مثل چرخ و فلک، ولی جهت حرکتمون خلاف عقربه ساعت. قسمت اول مرکز خرید فصل بهار بود، درسته؟ لوازم بهاره رو داشت و توی طبقه همکفه و از این طبقه همکف شما مغازه ها اینجوری چیده شدن تا این قسمت، یعنی زاویه 0 درجه زمین تا زاویه 90 درجه. مرکز خرید قسمت دومش که مال فصل تابستونه، مغازه ها اینجوری چیده شدن و از زاویه 90 درجه میره تا زاویه 180 درجه. وسایل تابستون. وسایل پاییز کجا بودن؟ تو قسمت سوم. آره درست گفتین، اینجا میشه ناحیه سوم مثلثاتی. اینا ناحیه اول و دوم بودن. تو ناحیه سوم که وسایل پاییز چیده شده، از زاویه 180 تا زاویه 270 درجه. و قسمت آخر که وسایل زمستون چیده شده، از زاویه 270 برمیگرده تا زاویه 360. مغازه این طرفی چیده شده. جالبه، خیلی جالبه. خب اینا میرن خرید کنن. دفعه اول فصل بهار و دم عید بوده و اینا 4 تایی میرن این مرکز خرید که خرید کنن. پس کجا باید برن؟ باید برن اون طبقه اولیه، ناحیه اول. درسته؟ ناحیه اول مثلثاتی داخل کیومه. اگه خرید کنن اون قسمت براشون یه علامت مثبت ثبت میکنن. خب اگه خرید نکنن علامت منفی. خب سینوس سری که میره فصل بهار و همه چی خوشگل خرید میکنه، پس یه علامت مثبت واسه سینوس میزنه. خرید کرد، پولشو اولین کوپنشو داد، رفت. کوسینوس هم بالاخره چون بهار و عید و اینا، کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت هم هر 4 تا کلا خرید میکنن. پس هر 4 تا توی طبقه اول فصل بهار خرید کردن، علامت مثبت گرفتن. تابستون که میخوان خرید کنن، یوسف فصل تابستون، سینوس تا میره قسمت تابستون میگه وای چه چیزای خوشگلی و
سریع باز میره خریدش رو میکنه، یعنی اصلا فکر نمیکنه و دومین کوپنش رو سریع خرج میکنه و علامت مثبت. کجا؟ توی طبقه تابستون، ناحیه دوم مثلث تی. کوسینوس چون آدم خسیسیه میگه بابا من همین فصل بهار رفتم خرید کردم، لباس فصل گرم لباس دارم، لباس خنک دارم، ول کن خرید چیه؟ پس کوسینوس خرید نمیکنه، منفی میگیره. کجا؟ تابستون، ناحیه دوم. تانژانت و کوتانژانت که آدم منطقی بودن، اونا میگن خب ما آره توی فصل بهار یه سری خرید کردیم لباس مخصوص هوای گرم و خریدیم لباس خنک، بهتره که فعلا خرید نکنیم و پولمون رو نگه داریم. پس تانژانت کوتانژانت هم ناحیه دوم فصل تابستون خرید نمیکنن. میرن و پاییز میشه، پاییز دوباره برمیگردن مرکز خرید. کجا باید برن؟ باید برن تو طبقه پاییز دیگه، یعنی ناحیه سوم. توی ناحیه سوم سینوس میره خرید کنه، یه دفعه نگاه میکنه نه پولی نداره، هر دوتا کوپنش رو خرید کرد رفت، پس نمیتونه خرید کنه، سینوس میشه منفی. کوسینوس که آدم خسیسی بوده همچنان به خساستش ادامه میده و میگه ول کن، حالا یه ذره هوا سرد شده، خیلی هم سرد نیست، بهتره پولم رو نگه دارم. کوسینوس سرده، یعنی خرید نمیکنه، خسیسه، پس کوسینوس هم منفی میشه. تانژانت و کوتانژانت میگن خب پاییز، شروع هوای سرد، فصل سرد، ما لباس گرم لازم داریم، بهتره که بریم خرید کنیم. پس تانژانت و کوتانژانت توی فصل پاییز ناحیه سوم خریداشون رو انجام میدن، پس هر دوتاشون علامت مثبت. میریم تا فصل بعدی زمستون. زمستون دوباره اینا میان خرید کنن. سینوس میاد بره خرید کنه، دوره حالا میلرزه ها، ولی بنده خدا دیگه کوپنی نداره، پولی نداره، پس نمیتونه خرید کنه. سینوس منفی میشه. کجا؟ فصل زمستون، ناحیه 4. کوسینوس داره بیت دیگه میلرزه، هنوز لباسای بهار تنشه، سردشه، مجبوره، میفهمی مجبوره بره خرید کنه، پس کوسینوس اینجا بالاخره مثبت رو میگیره. تانژانت و کوتانژانت لباس زخیم تنشونه، فصل پاییز خرید کرده بودن و میگن خب ما که لباس گرم داریم دیگه، کوپنی هم نداریم میخوایم خرید کنیم، پس تانژانت و کوتانژانت هم خرید نمیکنن، پس اونام علامت منفی میگیرن. و این میشه داستان خرید کردن سینوس و تانژانت و کوتانژانت توی 4 تا فصل یا 4 تا ناحیه. خب پس همینطور که دیدین توی ناحیه اول مثلثاتی سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت هر 4 تاشون مثبت شدن، هر 4 تا فصل بهار خرید کردن. ناحیه دوم مثلثاتی یعنی تابستون فقط سینوس بود که بدو رفت خرید کرد، کوسینوس که خرید نکرد، خسیس بود، تانژانت کوتانژانت هم که منطقی و خرید نکردن. فصل سوم یا ناحیه سوم مثلثاتی پاییز، تانژانت کوتانژانت خرید کردن، علامتشون مثبت شد، سینوس که دیگه پول نداشت، کوسینوس هم همچنان از روی خساست خریدن. فصل آخر زمستون یعنی ناحیه 4 مثلثاتی فقط کوسینوس بود که مجبور شد خرید کنه. اگه این ویدیو بهت کمک کرد و هیچ وقت علامت‌های مثلثاتی رو توی ناحیه‌های مختلف فراموش نخواهی کرد، ممنون میشم که ریاضی بدون ترس با ندا رو دنبال کنی و این پیج رو داشته باشی. حالا برام کامنت کن که شخصیت تو شبیه کدوم یکی از روابط مثلثاتی؟ سینوس، کوسینوس، تانژانت کوتانژانت؟